بسیار کوتاه میخوایم در مورد قانون اساسی و بیرق سرنگ افغانستان کوتاه تبصره داشته باشم. بعد از این آقای ثاقب چند موضوع را به زبان پشتو یادآوری کردن و میخوایم روی از او بپردازم. در قسمت بیرق و قانون اساسی افغانستان 5 سال میشه که افغانستان سقوط کرده و حکومت افغانستان در دست طالب تروریست است. این همگی ما و شما آگاهی داریم. موضوعی که دوستان من کوشش دارن که ما باید پرچم سه‌رنگ بپذیریم، کدام رهبر تاجیک پرچم سه‌رنگ نگرفت دو دسته تقدیم بکنه برای طالب. همین آقای غنی بود که کار کرد و او پرچم زیر پای انداختن و شما شاهد از این بودین که بار بار طالبا در افغانستان پرچم گرفتن زیر پا انداختن و لگد مالش کردن و حتی به بزرگایی که مربوط تبار پشتون بودن رویشان سیاه کردن. اگر مجسمه‌هایشان شما دیده باشین. موضوع دیگه را که یادآور شدم دوستا که ما بیایم به خاطر یک افغانستان که همگی ما بتونیم زیر یک چتر به او فکر بکنیم چی باید بکنیم. آقای ثاقب گرامی، تا زمانی که تو خودت هویت مرا نپذیری که من یک بچه تاجیک هستم و تو یک بچه افغان هستی و این را نپذیری که هویت نام افغان هویت قومی است نه هویت ملی، من با تو هیچ وقت کنار آمدن نمیتونم. آقای ثاقب گرامی، تا زمانی که مثل من بچه تاجیک در کوپایه ها جوانای برادر پشتون را بسیج نسازی و در قبال طالب ایستادگی نکنن و هر روز شهامت به کار نبرن، من با تو نمیتونم من فکر شوم. آقای ثاقب، تا به روزی که قدرت های قومی را، قدرت های استبدادی را که یک حکومت، یک تبار، یک طایفه او را رهبری میکنن و از او اتاق فکریشان هیچ وقت نمیخواین خطور بکنن و هر کسی که بیایه بر اساس اونمو فکر و اتاق فکریشان از او چی پشتو طالب باشه، چی دموکرات باشه، چی نوعان دیگرش. موضوع دیگر به زبان پشتو بسیار خوبش آقای ثاقب گفت که ما خود در گذشته هم برای شما خود نشان دادیم که ما زور هستیم. بله، او زور را که خودت داری وطن و خاک میفروشی برای خارجی ها، ما نداریم. او زور را که خودت با انگلیس معامله میکنی، او زور ما نداریم. حضور را که خودت با روس معامله کردی و ما روس آوردی در سرزمین، بله ما حضورا را نداریم. ما مردم هستیم که مردم بومی از سرزمین خاک خود را دوست داریم، عدالت برابر اجتماعی را در مابین مردم دوست داریم و دوست داریم همگی زیر یک چتر زندگی بکنن، دارای حقوق مساوی باشن و به هویت خودشان شناخته شوند و هیچ وقت هویت جلی به نام افغان بالشان تاپا نخورد. در قسمت آخر گفتین که راه حل چی است. بازم من میگم این موضوع را یادآور میکنم و میخوایم خلاصه بسازم. راه حل بپذیر که ما یک بچه تاجیک هستم و در اون سرزمین زندگی میکنم و تو یک بچه افغان هستی و مثل من یک بچه تاجیک یک جبهه گرم روان بکنه که در قبال طالب ایستادگی بکنه و ساختار مشخص نشان بده که زیر کدام ساختار استاده میشی و این گپا را که میدونی بیا زیر یک چتر زندگی بکنیم در این زیر ساختار یا اونمو نام و هویت افغانی است که ما باید همراه از او همراهی تو استاد شویم یا نه. این ساختار مشخصی تو داری که میخوای در قبال طالب استاد شوی. با کدام جبهه گرمت، با کدام